سینه زن خود ما در دیس خود بریدیم، اشتوک ششموار در بین روغن جوش دادیم، در دان آیش دادیم. فقط سردار مقامات بودم، یعنی شفی قماندان شفی بودم، در ایل فرنگ بودم. چند سال داشت حاجی صاحب؟ 26 سال ما بود. حاجی صاحب تمام می کارهایی که مثلا نفرها را که گیر میکنین چه رقم انواعی از کشتن ها را میره بگوین که چه رقم بود چند نوشه که به حساب داشت گفتین میخ نمیره فرما. ما خود ما در دیس خود در گوشی اوغو کوکا کردیم، در طراق سرش میخ کوبیدیم، سینه زن خود ما در دیس خود بریدیم، اشتوک ششموار در بین روغن جوش دادیم، در دان آیش دادیم. دیگه اینا از کدام در مابین داشت حاجی غلام حسین خود می چخی کردیم مابین داشت زنده که در قصهش یک نیم که کوکا چوخ کردم و در گوشی زدم مابین داشت حاجی غلام حسین تخته کردم ما دیگه در قصهش نیم دیگه اینا تو از کدام شی در بین در موتر اگه هستن در او 4 نفر که در چیز کونی جیف بسته کردم از دیبوری کش میکردم تا دیمزنگ، از دیمزنگ کش میکردم تا دیبوری تا نفسی برم شد یک دم پشت کنشی پوستی چپم شد نفسی برم شد زنده.